به نظرتون مهمترین تصمیمی که نرخ دلار رو میتونه خیلی تکون بده چیه؟ اگه نرخ دلار برات مهمه، باید از تصمیم‌های فدرال رزرو و نرخ بهره‌ای که تعیین میکنه با خبر باشی، چون همین تصمیم‌ها میتونن یک شبه بازار رو زیر و رو کنن. حالا فدرال رزرو با چه فاکتورایی روی نرخ بهره تاثیر میذاره؟ فاکتور اول تورم. وقتی تورم بالاست، فدرال رزرو نرخ بهره رو افزایش میده. هدفش از این کار کم کردن خرج کردن مردم و کنترل قیمت هاست. فاکتور دوم نرخ بیکاریه. اگه بیکاری بالا باشه، ممکنه نرخ بهره کاهش پیدا کنه تا کسب و کارها رشد کنن. چرا؟ چون باید چرخ اقتصاد بچرخه و شغل ایجاد بشه. فاکتور سوم رشد اقتصادی یا GDP. اگه رشد اقتصادی ضعیف باشه، نرخ بهره پایین میاد. ولی اگه رشد بیش از حد باشه، نرخ بهره بالا میره تا جلوی داغ شدن اقتصاد گرفته بشه. پس نتیجه میگیریم که فدرال رزرو با یه نگاه به این سه تا فاکتور تصمیمای خودشو میگیره.